چند تا خبر براتون آوردم که بریم با هم دیگه ببینیم. نوید محمدزاده بازیگر معروف کشورمون وقتی که از فلسطین حمایت کرد و توی پیجش یک ویدیو منتشر کرد که گفت من طرفدار فلسطین هستم، خیلی‌ها پیج ایشون رو آنفالو دادن. نزدیک به 1 میلیون نفر پیج آقای نوید محمدزاده رو آنفالو دادن. روبرتو کارلوس بازیکن معروف برزیلی هم مسلمان شده و به صورت رسمی اعلام کرد که آقا من مسلمان شدم. عکسی هم که دارین توی تصویر می‌بینید، یه آقا پسری اومده چشمای دوست دخترش رو پشتش تتو کرده و اومده بهش گفته که تولدت مبارک عزیزم، اینم کادوی تولدت. رضا پیشرو و سارن با همدیگه یک آهنگ خوندن که به زودی میاد بیرون. آهنگشون بدجوری بمبه، یعنی بیاد بیرون میترکه. عکسی هم که دارین این پایین میبینید جورجینا زن رونالدو هستش که میگن لباسی که تنشه الهام گرفته از اون لباسی که توی یک بوتیکی کار میکرده. خانومی هم که دارین توی تصویر میبینید الیکا عبدالرزاقی بازیگر معروف کشورمونه که اومده موهاشو پلاتینی کرده توی سن 45 سالگی و خیلی‌ها شوکه شدن که آقا این چرا توی این سن بعد موهاشو رنگی کنه. به نظر من که اصلا سن و سال یه عدده، اصل کار دله. قبل اینکه بریم خبر بعدی رو ببینیم این ویدیو رو لایک کن. حتما لایک کنی ها. خیلی دوستت دارم. برو بریم. خانومی هم که دارین این پایین میبینید 9 تا نوزاد زاییده و رکورد گینس رو شکسته، یعنی 9 قلو زاییده این خانم. و اینجاست که پشمات واقعا میریزه. مدیر عامل شرکت مخابرات هم گفته که آقا از این به بعد اینترنت ها پرسرعت‌تر میشه و ما قراره که 80 برابر سرعت اینترنت رو بیشتر کنیم. با خبرهای بعدی در پست بعدی در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. خیلی مخلصیم.